در این قسمت نحوه ساخت سپر ضد ساچمه از جنس ورق تخت پلیکربنات شفاف آموزش داده میشه. به کمک این سپر میشه از سر و گردن و سینه در برابر ساچمه محافظت کرد. نحوه فراگیریش در دست به این صورته که توسط این دو نقطه در دست مهار میشه و به این صورت در دست قرار گرفته میشه و در واقع به این شکل مقابل صورت قرار میگیره تا از سر و گردن و سینه محافظت بکنه. اجزای این سپر خب جز اصلیش که این ورق از جنس پلیکربنات تخت شفاف است به ضخامت 4 میلیمتر. خب این توسط این دسته و این تسمه در دست قرار میگیره. این یه فرم هست برای گرفتن شاک ناشی از برخورد ساچمه به سپر که از جنس پلی اتیلن هست. فرم پلی اتیلن به ضخامت 20 میلیمتر یا 2 سانت دور تا دور این سپر هم از این نوارهای دور شیشه برای شیشه های 4 میل استفاده شده که البته این اختیاریه و میتونید استفاده نکنید از این نوار. و همچنین از سمت دیگرش این بند کولی است که میشه توسط این بند به کور انداخته بشه. خب در ادامه لوازم و ابزاری که برای ساخت این سپر نیاز است همراه با قیمتشون و نحوه تهیه‌شون گفته خواهد شد. ابتدا تک تک این اجزا باز میشه و هر کدامشون بررسی میشه و در نهایت هم مجدد این اجزا سرهمبندی یا اسمبل خواهد شد. در اینجا اجزای سپر مقاوم در برابر ساچمه باز شده تا آشنا بشید با قسمت‌های مختلفش. در ادامه تک تک این اجزا توضیح داده میشه همراه با نحوه خریدش از بازار و همچنین قیمتش. خب مهمترین قسمت این سپر ورق تخت پلیکربنات شفاف یا پلیکربنات تخت شفاف که در حال اسم تجاری خارجیش لکسان هست. لکسان شما برای ساخت سپر و همچنین در کار بعدی برای ساخت عینک ضد ساچمه نیاز به ضخامت 4 میلیمتر از این ورق دارید، یعنی حداقل 4 میلیمتر. اگه ضخامت ها رو 6 میلیمتر بخواد استفاده بکنید سنگین میشه و مثلا برای عینک زیاد کارایی نداره. ابعادی که برای سپر نیاز دارید طولش 60 سانتی متره، این طول 60 سانتی متر و عرضش 50 سانتی متر.
دقت بکنید تا آخرین لحظه‌ای که دیگه میخواد از این استفاده بکنید، از این سپر، نباید روکشی‌هاشون رو بردارید. اینجا برای که شفافیتش رو ببینید، روکش رویش که شیری رنگه حالا برداشته شده. پس این روکش، این حالا قطعه از پلیکربنات هست و پلیکربنات تحت شفاف. این روکش رویی که از شیری رنگه، اینو نباید جدا بکنیم و از این روکش زیری، چون عیب بزرگ ورق‌های پلیکربنات اینه که به راحتی روی اینا خش میفته. یه عیب دیگه هم دارن، این که مثلا اگه حالا بنزین روی اینا ریخته بشه سطحشون رو خراب میکنه. خب نکته بعد اینه که چطور اینا رو از بازار خریداری بکنید. حالا اولویت اولتون برای خرید نمونه‌های خارجی هست. معمولا نمونه‌های خارجی بیشترشون از تایوان وارد میشه که البته به راحتی در بازار یافت نمیشه، سخت پیدا کردنش و همچنین قیمتشون هم بالاتره. اولویت بعدیتون نمونه‌هایی هست که در واقع چون تستایی هم که انجام گرفته بر روی نمونه‌های این شرکت پلیمر طلایی هست که در تمام ایران تقریباً در تمام شهرهای بزرگ نمایندگی داره و همچنین اینترنتی هم میشه خرید کرد. اولویت بعدیتون حالا شرکت‌های دیگه، مثلا ممکنه شرکت‌های در تبریز یا تهران هم این نمونه‌های پلیکربنات تحت شفاف رو تولید کنن. و اولویت آخرتون هم نمونه‌های چینی هست. دقت بکنید که حتما برای خرید این ورق باید به نمایندگی‌های معتبر مراجعه بکنید، چون این ورق‌ها در بازار شناخته شده نیستن و شما اگه مثلا مراجعه بکنید به کسی که مثلا پلکسیگلاس یا کریستال میفروشه یا مغازه‌های که شیشه‌های پلیمری میفروشن و بگید ورق تحت پلیکربنات شفاف میخوام، خب این افراد با اینکه ممکنه مثلا 20-30 سال در این زمینه کار کرده باشه ولی تا حالا مثلا گوشش به این ورق به گوشش نخورده باشه اسم این ورق، ممکنه همونطور که گفته شد قبلا این نوع ورق‌ها رو به شما پیشنهاد بده و مایع پلیکربنات دوجداره که به هیچ وجه مقاوم نیستن در برابر ساچمه، و یا نمونه‌های پلکسی یا کریستال رو معرفی بکنه. شما دقت بکنید که حتما باید نمونه پلیکربنات تحت شفاف رو خریداری بکنید و اگه خیلی هم سرکن، چون ویژگی این ورقا اینه که اگه با پتک روش زده بشه، محکم با پتک هم روش زده بشه، شکسته نمیشه، ولی پلکسی و کریستال شکسته میشه. خب میتونید بهش بگید که من با پتک بزنم روی این، اگه شکسته نشد میبرم. پس حتما به نمایندگی های معتبر مراجعه بکنید. موضوع بعدی که مهمترین مشکله اینه که در نمایندگی ها این ورق ها در ابعاد 3 متر و 5 سانتی متر، در 2 متر و 5 سانتی متر، یعنی 305 سانتی متر در 205 سانتی متر به فروش میرسه که مساحتش کمی بیشتر از 6 متر مربع هست. خب پس به نظر میاد که بهترین راه اینه که به صورت گروهی و حالا دنگه خریداری بکنیم. این ورق ها همونطور که گفته شد ابعادشون به این صورته که طولش 305 سانتی متر، عرضش 205 سانتی متر.
خب شما اگه ارزش رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید و طولش رو به 5 قسمت مساوی تقسیم بکنید، هر قسمتی ابعادش میشه 61 سانتی متر در حالا تقریبا 51 سانتی متر که این ابعاد همون ابعادی است که شما برای سپر نیاز دارید و همونطور که گفته شد شما برای ساخت عینک هم نیاز به این ورق‌ها دارید. پس هر نفر به 2 تا تیکه از این 2 تا بخش از این قسمت‌ها نیاز داره. کلاً 20 تا قسمت میشه با این تقسیم بندی که اگه سهم هر کسی 2 تا باشه 10 نفر به صورت گروهی میتونن اینو خریداری بکنن. قیمت این ورق هم همینجا توضیح بدم که ورق 4 میل قیمتش در نمایندگی 6,460,000 تومانه که حالا اگه تقسیم بر 10 بشه 10 نفر اینو خریداری بکنن هر کسی سهمش میشه 646,000 تومان به علاوه حالا هزینه‌های برش و هزینه حمل و نقل. خب برای برشش دقت بکنید که بازم چون آشنا نیستن حتی نمایندگی ها فکر میکنن که حالا برای برش شبیه پلکسی و شبیه کریستال میشه با لیزر برش داد، در صورتی که حالا ما به پیشنهاد نمایندگی که بردیم برای برش با لیزر، این با لیزر چنین اتفاقی براش افتاد، یعنی هم سوزوندش و سیاه شد و همین که ذوب شد. پس کار خوبی در نمیاد با لیزر. خب تنها راه درست و صحیح برای برش ورق پلی‌کربنات مثلا تو ضخامت 4 میل به بالا اینه که همون چیزی که روی خود ورق توضیح داده شده. این روی این ورق ها این قسمت توضیح داده شده نحوه برشش که با این در واقع اره عمودبر هست. شما با اره عمودبر و تیره استیلبر دندون ریز، حالا تیره‌های آهنبری که دندون ریز هم هست میشه استفاده کرد، با اینها باید برش داد. و جایی هم که باید مراجعه بکنید کارگاه‌های برش ورق‌های MDF هست، یعنی قبل از خریداری این ورق حتما مراجعه بکنید به یک کارگاه، باشون صحبت کنید که ما می‌خوایم یه ورق پلی‌کربنات تحت شفاف به ضخامت 4 میلیمتر برش بدیم با اره عمودبر. خب ممکنه اونا بگن نه خراب میشه، چون فکر میکنن شبیه پلکسی و کریستال هست، کارتون خراب میشه. باید بهشون توضیح بدید که نه، اینا فرق داره با پلکسی و کریستال و شبیه پلاستیک، اتفاق براش نمیافته، تضمین بکنید. ولی باید اون کارگاه این ابعاد رو دقیق در بیاره، یعنی به 4 قسمت و 5 قسمت این 4 طرف اندازه گیری بکنه، دقیق خط بکشه و برش رو انجام بده. دقت براتون مهم باشه، تاکید بکنید. و همچنین همونطور که گفته شد با تیغای چوب بری نباید اینو برش داد. شما بهترین کار اینه که خودتون این تیغ‌ها رو خریداری بکنید. مثلا این حالا یه نمونه آهنبر هست که تیره عمودبر مخصوص فلز هست که روش نوشته HSS دندونا ریز هست. دقت بکنید که ممکنه خود کارگاه بگه من دارم نیاز نیست، ولی حتما خریداری کنید، چون باید تیز باشه تا خوب برش بده. اگه کند باشه و مثلا استفاده شده باشه کار خوبی در نمیاد. حتما خودتون خریداری بکنید این تیره عمودبر رو که به این صورت این شرکت بوش در واقع برای فلز HSS قیمتش حدوداً 125,000 تومانه. اینو خریداری بکنید، بهش بدید و تاکید کنید که تعویض بشه، نوع انداخته بشه تا برش خوبی انجام بشه.
خب بجز ورق تحت پلیکربنات شفاف، لوازم دیگه که نیاز دارید یک دسته هست که این برای نگه داشتن سپر. برای تهیه‌اش میتونید هم مراجعه کنید به ابزار فروشی ها و هم از طریق اینترنت سرچ بزنید یا در ابزار فروشی ها بگید پایه پلاستیکی کابینت نیاز دارید. اینا پایه پلاستیکی کابینت هست که بدون اینا قابل تنظیم هم هست و میتونید به عنوان دسته نگهدارنده استفاده بکنید. نکته که هست اینه که این باز میشه و شما در آخرین مرحله باید این دو طرف رو با الکل تمیز کنید، چربی‌ها رو بردارید، هم سطح داخلی هم سطح اون قسمت، و با چسب پاتکس دو طرف رو در واقع چسب بزنید. 10 دقیقه تا 15 دقیقه حتما باید صبر کنید هوا بخوره و بعد از 10-15 دقیقه این دوتا رو محکم در واقع قرار بدید و یه حرکتی هم در خواهد میشونید که با فشار، چون چسب پاتکس با فشاره که یک اتصال محکمی ایجاد میکنه. خب برای این 5 تا قسمت داره برای اتصالش به حالا هم جایی. شما این 2 نقطه کفایت میکنه که از این 2 نقطه به این ورق متصلش کنید. برای اتصالش به 2 تا مجموعه پیچ و مفبره و واشر نیاز دارید که به این صورته که شما نیاز هست که پیچ شماره 4 و به طول 20 سانتی متر، 20 میلیمتر یا 2 سانتی متر، پس طولش 20 میلیمتر، قطرش 4 میلیمتر انتخاب بکنید. ابتدا یه واشر، نیاز به یه واشر دارید که قطرش 10 میلیمتره. بعد این وارد اون محلش میشه و بعد لایه بعدی ورق هست و بعدش از این واشرهایی باید استفاده بکنید که بهش میگن واشرهایی که یه سمتش لاستیک هست، معروف به واشرهای شیروانی. خب بعد از ورق اینو میذارید و بعدش هم حالا این قطعه هم بهش میگن بول پیچ، برای که حالا سر پیچ ها دیده نشه در اون مقدار رو میگیره و بسته میشه و یک زائده هم داره که با که حالا جسم نکتیز میتونید از این زائده بازش کنید. اگرم موقعی که قرار دادید و مهره کردید بیرون زد، میتونید دوباره یه واشر دیگه هم اینجا قرار بدید. حالا این گل پیچ اختیاری هست، میتونید شما به جای مهره از این مهره های پروانه‌ای هم استفاده بکنید. مهره های پروانه‌ای بهش میگن، مهره مخصوص پیچ شماره 4. پس حالا بهتره که شما هم یک پیچ شماره به طول 20 میلیمتر و طول
15 میلیمتر هم انتخاب کنید که اگه زیاد بیرون زد بتونید حالا از اون 15 میلیمتری استفاده بکنید. این واشر هم واشری است که حالا این واشر قطرش 20 میلیمتره قطر، پس یه واشر قطر 10 میلیمتر، یه واشر هم قطر 20 میلیمتر نیاز دارید. خب دو مجموعه از اینا برای این دسته نگهدارنده نیاز دارید. نقطه بعدی این فرم پلی‌اتیلن هست. این فرم ها که نیاز حتما ضخامت 20 میلیمتر استفاده بکنید، چون وقتی این سپر روبروتون قرار میگیره و مجموعه مثلا فرض کنید 80 تا ساچمه بهش برخورد میکنه، نیرویی که بهش وارد میکنه شبیه خیلی بیشتر از اینه که یه پتک بهتون وارد بشه و برای اینکه دستتون آسیب نبینه نیازه که از این فوم ها برای ضربه گیری استفاده بکنید که بهترین راه حل اینه که با چسب حرارتی به تو یه سمت بزنید و تو محل خودش محکمش کنید، فشار بدید با چسبای حرارتی. خب چون این در واقع دسته در نقطه‌ای در محل قرار داره که این محورش تقارن نداره، نیاز در دو نقطه مهار بشه. یه نقطه اینجاست، یه نقطه هم باید به انتهای ساعدتون نزدیک آرنج با این حالا یه بخشی از یک کمربند هست که به طول بین 30 سانت تا 40 سانتی متر میتونید حالا ببرید و حالا خودتون با توجه به قطر ساعدتون طول مناسب رو همراه با استفاده از این فوم انتخاب کنید. دو مجموعه دوباره نیاز دارید، پیچ و مهره و واشر. اگه اون واشرهای شیروانی نتونستید تهیه بکنید، از این واشرهای پلاستیکی هم از این واشرها میشه استفاده کرد به جای واشرهای شیروانی و این واشر فلزی رو بعدش قرار بدید و بعدش هم حالا مهره یا مهره پروانه‌ای. خب برای دور تا دور لبه ها، حالا اینم اختیاریه، میتونید از این نوارهای دور شیشه استفاده بکنید. این نوارها برای شیشه های 4 میمه دقت کنید، اینا شبیه هم تو گفتیم رفتار پلاستیک یعنی تیز نیست لبه ها، ولی حالا با این حال شما اگه دوست داشتید میتونید از این نوارهای دور شیشه ها استفاده کنید. اینا در شیشه فروشی ها هر متری 10,000 تومان به فروش میرسه و برای این کار نیاز به 2,5 متر دارید، یعنی 25,000 تومان باید خرید کنید. این فوم در همون جایی که این ورق های تحت پلی‌کربنات شفاف رو میخرید، اینا میپوشن متری حدود متر مربع، متری حالا رولی هست متری 25,000 تومان قیمتشه. و برای بند کولیش میتونید از یک بند چیف استفاده بکنید یا حالا یک مثلا کمربند به طول 1 متر میتونید استفاده کنید، دو طرفش سوراخ کنید و حالا بعدش که حالا موقت بسیط تنظیمش کنید و طول دلخواه رو به دست بیارید. حالا میتونید یه کشی هم به این صورت یه سمتش بذارید که برای اینکه طولش اضافیش بسته بشه. خب این لوازم بود که نیاز دارید. حالا در ادامه ابزاری که نیاز دارید برای اینکه این سپر ساخته بشه رو توضیح خواهیم.
اینها ابزاری هستن که برای ساخت سپر مقاوم در برابر ساچمه بهش نیاز دارید. دقت کنید قبل از خرید اون ویدئوهای مربوط به ساخت عینک ضد ساچمه و همچنین جلره ضد ساچمه رو ببینید و لوازم رو یادداشت کنید و یک جا خرید بکنید. نکته دیگه این که برای ساخت ایمنی رو حتما باید اولویت کارتون قرار بدید. بدون لوازم ایمنی به هیچ وجه دست به کار یا به ابزار نزنید. مهمترین وسیله ایمنی این دستکش ایمنی هست. این دستکش ها پشتش پارچه است و فکر کف دست قرار میگیره. لاستیک نمونه رو انتخاب کنید که این ضخامت لاستیکش ضخیم باشه، ضخامتش زیاد باشه و این نمونه هم در بازار که ضخامت لاستیکش زیاد بوده 45,000 تومان قیمتشه. نمونه های دیگه هم هست، مثلا این نمونه ها که ضخامت لاستیکش زیاد نیست اینا حدود 20,000 تومان قیمتشه. وسیله ایمنی دیگه عینک هست که این عینک هم نیاز است حتما استفاده کنید. این عینک های چینی موجود در بازار درستی استحکام دارن، بعد به ساخت و کار با چنین ابزارهای مناسب هستن. قیمتش هم حدود بین 30 تا 50,000 تومان در بازار. خب برای سوراخ کردن برق پلیکربنات برای جایی که نیاز از پیچ بشه نیاز دارید که حالا میتونید از دو روش استفاده کنید. روشی که توصیه میشه استفاده از با مته هست، چون قطر در پیچ ها 4 میلیمتره. بهتره از سرمته شماره 4.5 استفاده کنید، 4.5 میلیمتر. این سرمته ها برند نمونه با کیفیتش حدود 80,000 تومان قیمتشه. خب حالا سعی کنید خود مطبع چون قیمتش زیاده از دوست یا آشنا حالا یا بهتر به امانت بگیرید و این سوراخ‌ها رو انجام بدید. حالا نهایت مطبع رو نتونستید تهیه کنید، روش دیگه اینه که به کمک یک حالا میله فلزی به قطر 4 میلیمتر این سوراخ رو با حرارت با داغ کردن اون میله انجام بدید که برای داغ کردنش حالا چون بهتره که این کار رو در حیاط یا در مثلا تراس در فضای باز انجام بدید، بهتره یه ترش بخرید، چون این ترش برای ساخت عینک هم بهش نیاز دارید. این ترش ها یا شعله افکن ها در بازار قیمت حدود 250,000 تومان دارن. همچنین کپسولش هم حدود 40,000 تومان قیمتشه که برای استفاده نیاز این زائده‌ای که اینجا هست درون این قسمت قرار بگیره و به این شکل درون فشار داده بشه و حالا به یکی از طرف‌ها حدود 20 درجه چرخونده بشه تا سفت بشه و برای استفاده هم ابتدا اینو فشار بدید باز کنید و کبریت هم اینجا بگید نزدیک دهانه که آماده کار بشه. خب این برای نیاز به اون میله‌ای که نیاز دارید برای حرارت بدید و عملیات سوراخ کاری رو انجام بدید میتونید از سیمجوش استفاده کنید. از ابزار فروشی ها میتونید تهیه کنید. سیمجوشی بخرید که قطر سیمجوش نزدیک به حدود 4 میلیمتر باشه. اینا هم البته نیاز این قسمت با سنگ یا چکش خورد بشه، این قسمت تمیز بشه تا اینجا این مواد سیمجوش حذف بشه که حرارت این قسمت بدید عملیات سوراخ کاری راحت انجام بشه. اینا کیلوی حدود 80,000 تومانه و دونه ای هم به فروش میرسه، دونه ای 3,000 تومان قیمتش. خب وسیله دیگه که نیاز دارید یک پیچ‌گوشتی هست. این پیچ‌گوشتی دو طرفه انتخاب کنید که یه طرفش 2 پخ باشه یه طرفش 4 پخ. تو این سایز هم حدود
40,000 تومان قیمتشه. وسیله بعدی کاتر هست که برای برش فوم و همچنین برای اینکه لبه های ورق پلیکربنات احیانا اگه یه زایدگی داشته باشه میتونید با این بردارید. اینم با این کیفیت حدود 50,000 تومان قیمتشه. خب اگه احیانا دور تا دور این ورق نیاز داشت، این ورق پلیکربنات یه بخششه، مثلا زبر بود دوست داشتید این یه مقدار زبریش برطرف بشه، میتونید از این سوهان استفاده بکنید. سنباده. این سنباده ها گرید بندی دارن، هرچی عدد گریدش بزرگتر باشه نرمتره، هرچی کوچکتر باشه این عدد زبرتره. حالا عدد 100 میتونه مناسب باشه که من رو زبرش هم هست و اینا رولی هست متری 60,000 تومانه. شما یه 25 سانتی متر نیاز دارید که میشه حدود 15,000 تومان و برای صافکاری هم حالا باید حتما دقت کنید که به اون سطح پلیکربنات برخورد نکنید چون خشم میندازه بر روی ورق. خب چسب آهن بهش نیاز دارید برای چسبوندن فوم به ورق و همچنین برای حالا چسباندن نوارهای دور شیشه به اطراف ورق و همچنین برای چسبوندن اون دسته نگهدارنده. این چسب آهن عملکرد بهتری داره نسبت به پاتکس، بهتره که چون پاتکس کم استحکامش بیشتره یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، ولی چسب آهن برای مثلا چسبوندن فوم عملکرد بهتری داره. خب این لوازم اندازه گذاری و اندازه گیریه. یه خطکش نیاز دارید، خطکش فلزی سعی کنید به طول حدود 50 سانتی متر انتخاب بکنید که هم برای برش فوم نیاز دارید هم برای اندازه گذاری روی ورق که این حدود 50,000 تومان قیمتشه. این چسب هم قیمتش حدود 30,000 تومانه در ابزار فروشی ها. یه ماژیک نیاز دارید در این باشگاه پرمننت یا دائمی، اینم 15,000 تومانه برای اینکه محل سوراخ‌کاری ها رو تعیین بکنید و همچنین یک گونیان نیاز دارید که این گونیان حدود 30,000 تومان نوع با کیفیتش قیمتشه. همچنین نیاز دارید به یک همطور که گفته شد برای برش پلیکربنات این تیغه برای عرای عمودوار بهش نیاز دارید که مارک بوش در واقع فور متال HSS اینجا باید HSS رو نوشته باشه. فور متال برند حالا بوش، این قیمتش 120,000 تومانه. بعد از تهیه لوازم و ابزار برای ساخت، مهمترین قسمت تعیین محل سوراخ‌ها هست، این جایی که محل اتصال دسته و اون تسمه یا اون بند کولیه. این نقاط رو باید محلاش رو تعیین بکنید و نقاط رو سوراخ کنید. برای سوراخ کردن این نقشه سوراخ ها به این صورته که ابتدا نیاز شما یه مبنا داشته باشید برای انجام این کار. مبناتون میشه چی؟ میشه این این در واقع ورق به طول 60 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر. ابتدا خط قطرش رو رسم میکنید، این خط که رسم شد بعد از دو طرف اگه 10 سانت بیای 10 سانت به این سمت 10 سانت به این سمت، این دو تا نقطه میشه محل سوراخ‌هایی که برای نصب بند کولیه.
برای اون تصویری که به ساعد نصب میشه نیازه که از حالا این سمت 24 سانتی متر بیاید و یه نقطه رو تعیین بکنید و بعد که این نقطه رو تعیین کردید به کمک بومی ها که عمود بر این خط قطر باشه 8 سانت میایید بالا این نقطه رو تعیین میکنید و 8 سانت هم میایید پایین این سمت این نقطه رو تعیین میکنید. خب ما ابتدا این 4 تا نقطه رو که تعیین کردیم سوراخ‌واری که انجام دادیم تو مرحله بعد این محل نقاط این پیچ این دسته رو تعیین میکنیم. دلیلش اینه که چون خب ممکنه طول حالا ساعد افراد مختلف متفاوت باشه، این با توجه به طول ساعد نقطه خارج، یعنی از با توجه به این نقطه تا مچ دست باید این 2 تا نقطه تعیین بشه. خب برای پس به این صورت شما اقدام میکنید که ابتدا به کمک یه ماژیکی که حالا نوکش سعی کنید نازک باشه این 2 تا نقطه رو به هم وصل میکنید، این نقطه و این نقطه. حالا اگه خطکشتون اندازه ای نبود که بشه این 2 نقطه رو به هم وصل کرد، به کمک یک بند میتونید این 2 نقطه رو به هم وصل کنید و بعد با ماژیک روش این خط رو وصل بکنید. دقت بکنید وقتی میخواید یعنی اون سمتی رو انتخاب بکنید برای اینکه عملیات سوراخ‌واری رو انجام میدید که این برچسب شیری رنگ رو داشته باشه، یعنی این برچسب رو به هیچ وجه بر ندارید و چون این برچسب شیری رنگه این ضخیم‌تر و مقاوم‌تر از این برچسب شفاف است و چون این سمت کارا رو انجام میدید که سطح پلی‌کربنات آسیب نبینه. و اگه دستشویی هستید حالا همین سمت که انجام میدید همین سمت هم نصب میکنید، ولی اگه دست چپ بودید حالا سوراخ‌واری هم اینجور انجام دادید بعدش میگردونید به اون سمت و اون سمت تجهیزات رو نصب میکنید. خب پس میان یه اگه خطکشی رو یه اندازه نداشتید یه سمتش رو با یه چسب محکم میکنید و بعد اینو میکشید و سمت دیگه هم با یه چسب دیگه من محکم. و بعد که این کار کردیم با ماژیک این نمومه ترسیم میکنید با یه جوری که خب این نخ که برداریم این ترسیم میشه و بعد برای تعیین حالا جای نقاطی هم که وصل نشده رو میتونی با کمک حالا خطکش مثلا نصب. حالا مهمه که این ابتدا پس از این نقطه میاد 10 سانت اینجا رو جدا میکنید و به همین شکل بکنید خط از این انتها 10 سانت هم اینجا این میشه 2 نقطه مربوط به بند کولی و برای تسمه هم 24 سانت میاید و به اینجا که میشه 24 و بومیا رو مجدد بر روی خط بذارید که عمود مرئین
8 سانتی متر جلو این خط نقطه رو و به همین شکل اینجا هم 8 سانت و این نقطه رو تعیین. خب بعد سوراخ ها رو انجام میدیم. در سوراخ ها برای کار با تورچ حالا من چنین یه ورق پلی‌کربناته که حالا هم کاهش تست شده برای ساخت عینک. خب بهتره اینم چه توضیحات دارم. اصلا اینم یک ورق پلی‌کربنات، نحوه سوراخ کردنش. حالا من اینو با نگه میزنم. خب برای این تورچ و برای نصبش همونطور که توضیح دادم این زائده رو باید درون این زایده‌ای که اینجا هست فرار بدید، فشار بدید و به یه سمت واقع 20 درجه حرکت بکنید، این روشن میشه. و بعد حالا شما سعی کنید توی این ورقه چیزی نذارید، در کنار باشه بلکه در کادر باشه. خب این سینجوش با هم، این یکی از سمتای سینجوش رو با حالا همبردستین قسمت‌های مربوط به جوش دادنش رو اینا رو بر می‌دارید حدود 10 سانت. برای روشن کردن ابتدا این گاز رو حالا به یه سمت که روشنه میچرخونی، باز که خارج شد کبریت رو میگی ابتدا، یعنی ابتدای دهانه و بعد آنا اینجا که بعد که شد اون نقطه‌ای که محل حالا سوراخ هست نباید بلرزون، با احتیاط اونجا قرار بدید. حالا سعی کنید که و به این صورت سوراخ ایجاد میشه. خب اگر هم اندازه نبود یکم بعد دوباره میتونید گرم کنید و این دهانه سوراخ گشادترش بکنید. پس البته اولویت با مته شماره 4.5 هست که اون توی کار تمیز در میاد. الان ببینید این لبه هاش، حالا بعدش هم لبه هاشو میتونید با یک کاتر هم بردارید. احتیاط کنید که خش نیفته. بعد که به این صورت حالا این سوراخ رو انجام دادید، حالا این کولی که مرحله آخره، این تسمه‌ای که دارید به طول حالا بین 30 تا 40 یا بیشتر، اینو دو طرفش رو پیدا بکنید نقاطش رو. ابتدا یک با همون سینجوشی سمتش رو سوراخ میکنید، حالا با یه فاصله مثلا حدود 2 سانت و نیم این سمت رو سوراخ میکنید. یک پیچ و مهره قرار میذارید داخل.
حالا من در قسمت لوازم تعداد پیچ و موها رو توضیح ندادم. این لیستی هست که بهتر بر اساس این لیست خریداری بکنید پیچ و مهرهایی که نیاز دارید. پیچ 4 طول 20 8 تا بخیر یه تعداد بیشتر نوشتم که احیانا حالا اگه اتفاق افتاد تعداد زیاد داشته باشید مشکل پیش نیاد. پس پیچ 4 طول 20 8 تا، پیچ 4 طول 15 میلیمتر اونم 8 تا. ابتدا این 15 میلیمتر رو تست کنید، اگه دیدید که حالا طولش کوتاه هست بعد 20 رو انتخاب تست بکنید. مهره پیچ معمولی برای این پیچ 4 8 تا. حالا اگه خواستید میتونید مهره پروانه‌ای پیچ 4 هم بخرید 8 تا که اگه دوست داشتید از این نمونه استفاده کنید. واشر شیروانی قطر 16 میلیمتر 8 عدد. واشر فلزی قطر 20 میلیمتر 20 عدد. این واشر فلزیه یا شیروانی یا لاستیکی اینو لازمه، مثلا فلزیه. واشر لاستیک قطر 20 میلیمتر 8 عدد. گل پیچ که توضیح دادم چیه اونم 8 عدد برای پوشوندن سر و ته پیچ ها. واشر فلزی قطر 10 میلیمتر هم 4 عدد نیاز هست. پس اینها حدود قیمتش حدود مثلا دیگه فکر نمی‌کنم بیشتر 50,000 تومان بشه، 30-40 تومان شاید قیمت این پیچ و مهره ها باشه. خب این پیچ و مهرهایی هست که نیاز داری. خب برای پیدا کردن طول این تسلیح ابتدا باید این فرمه رو هم قرار بدید اینجا که بعد طول درسته اینا انتخاب کنید. خب برای فرمه هم ابتدا این فرما رو به این اندازه برش بدید. در قسمت فرم قیمت رو من برای قیمت فرم ضخامت 10 میلیمتر گفتم. برای 20 میلیمتر خب متر این 24,000 تومانه. احتمالاً برای خب فرم 20 باید 2 برابر باشه. ابعادی که نیاز دارید از ابتدا از مچ دست تا این آرنجتون رو اندازه بگیرید، به علاوه 8 بکنید، به علاوه 8 سانتی متر که حالا برای من حدود 41 شد و عرضش هم حدود مثلا 13 سانت در نظر بگیرید، 13 یا 14 سانت. این دوتا رو حالا روی هم قرار بدید اگه دوتا هست، یعنی اگه شما 10 سانت خرید کرده، اگه 20 سانت که همون یکی نیاز کافیه اینجا قرار میدید. و برای پیدا کردن اندازه تسمه یه سمتش رو درون اون سوراخ قرار میدید، حالا از سمت دیگه هم پیچ و مهره میکنید. پیچ و مهره هم به این صورتی که حالا اگه شیروانیه گیرتون اومد، یعنی از این نمونه ها گیرتون اومد، بعد از اینکه اینو گذاشتید یه شیروانی میذارید و حالا یا با مهره ساده یا مهره پروانه‌ای میبندید و یا شیروانی گیرتون نیومد این لاستیک ها رو میذارید، لاستیک، و بعدش هم یک مهره یک واشر فلزی شما قطر 20 میذارید و اینو که بعد سفت کردید، حالا اگه عزیزم این فرم ها رو هم قرار میدید، دستتون رو میذارید و اینو میذارید اینجا، چون اینو طولش بیشتره بعد باید اندازه دقیق در اینو میذارید و این نقطه رو انتخاب میکنید، یعنی علامت گذاری میکنید و بعد که این نقطه رو علامت گذاری کردید یا 2 سانتی نیم بعدش رو برش میدید و با حالا میتونید اون همون سیم جوش سوراخ بکنید. خب این برای دست آوردن طول دقیق تسمه و همچنین برای اینکه این شکل رو در بیارید، شما تسمه رو که بستید اینجا، این تسمه رو که بستید
حالا هم میتونید اینو که قرار بدید، خب اینو میتونید به این شکل اینجا، اینو باید در محل نزدیک به بازو باشه. خب به این صورت که گذاشتید، بعد با کمک اون ماژیک این نقاط رو حالا حدود 1 سانت و نیم بیشتر این نقاط رو اندازه گذاری میکنید. سمت دیگه هم به همین صورت. و این نقاط رو به کمک حالا یا کاتر یا اون کاتری که دارید یا قیچی برش میدید و به این اندازه‌ای که نیاز هست میرسید و به این صورت. خب بعدش هم که این تسمه رو که بستید همراه با این فوم، فوم هم و بعد محل خب به این صورت این تسمه رو هم میبندید و تو مرحله آخر سوراخ‌های این بسته یا این پای کابینت رو پیدا میکنید. به این صورت که میبایست این خط و این زائده روی این خط مبنا که گوشه قرار بگیره. پس به این صورت قرار میده. هر جا که اوکی بود براتون برای گرفتن این و بستن این، با کمک ماژیک این 2 نقطه رو از این سوراخ‌هایی که داره علامت میزنید روی این ورم پلی‌کربنات و این 2 تا نقطه رو هم سوراخ میکنیم و برای بستن این دسته یا پای کابینت بر روی پلی‌کربنات این جایی است که شما نیاز دارید به واشر پماده در این واشر قطر 10 سانت این واشر رو بذارید در این پیچ و بعد داخل این سوراخ‌های دسته قرار میدید. خب بعد در این و سمت دیگه هم حالا یا این لاستیک یا این واشرهای شیروانی اگه لاستیک گذاشتید که نیازه که یه واشر فلزی هم بذارید و بعد با پیچ میبندید. اگه پیچ پروانه استفاده کردید که دیگه نمیشه از گل پیچ استفاده کرد و میتونید از این گل پیچ هم برای بستنش اگه حالا اینا اختیاری هست اگه دوست داشتی استفاده کنید و اگه هم نبود دیگه با همون پیچ معمولی و یا پروانه‌ای میتونید ببندیدش. خب برای نکته‌ای که وجود داره برای چسبوندن، خب شما وقتی اینو به این اندازه در آوردید باید اینو به سطح این بچسبونید. اولا بهتره که حالا میشه روی روکش هم بس روی اون برچسب ببخشید روی برچسب شیرنگ میشه چسبوندش به این صورت که شما ابتدا هیچ حالا اگه خواستید که این 10 سانتی بخواید بچسبونید باید سطحش رو با یک دستمال و الکل، یعنی الکل رو نباید مستقیما بزنید روی اون متریال، باید روی دستمال الکل بزنید و
بعد اون محلهایی که میخواید چسب بزنید رو تمیز کنید و برای چسبوندن حالا 2 نکته برای استفاده از چسب آهن باید در نظر بگیرید. یکی این که وقتی چسب رو به 2 طرف سد مثلا یه نقطه اینجا چسبوندید، یه نقطه هم مثلا اینجا، باید حدود مثلا 8 تا 10 دقیقه صبر بکنید تا این یه سری بخارات درونش حالا اینا خارج بشه، تبخیر بشه و بعد آماده چسبوندن بشه. یعنی باید حدود 8 تا 10 دقیقه صبر کنید. وقتی که حالا تو مواد که مد نظرتون یک ابتدا، وسط، حالا یا انتها، این 3 نقطه رو چسب بزنید. زیادم نمیخواد چسب بزنید که حالا بعد نشه جداش کرد. خب اینجا این تسمه و پایه دسته و بند کوری در جای خود با این پیچ پوشتی محکم شد. من همین بعد قرار دادن این فوم در محل خود و حالا چسبوندنش، همچنین این ادامه این دسته و این نوارهای دور این نوارها برای دور این ورق هست. خب که هر ستاش نیاز به اینه که به کمک چسب آهن اینا در جای خودشون محکم بشن. برای استفاده از چسب آهن 3 نکته رو باید در نظر بگیرید. یکی این که 2 سطحی که نیازی که چسبونده بشه باید حتما بالا الکل بزنید به یه دستمال کاغذی یا یه پارچه، اونجا رو تمیز کنید که چربی نداشته باشه. نکته بعد اینه که و نکته مهم اینه که شما اون 2 سطحی که چسب میزنید باید حدود 10 دقیقه یا حدود 8 دقیقه در حالا هوا بخوره که اون حلالش تبخیر بشه و بعد از 8 دقیقه تا 10 دقیقه اون 2 سطح و نکته سوم اینجاست که اون 2 سطح باید با فشار به هم متصل بشن، حدود 10 ثانیه با فشار روی هم قرار بگیرن و با رعایت کردن این نکات میتونیم یه اتصال محکمی رو به کمک چسب آهن داشته باشیم. پس حالا برای اینکه این فوم رو هم قرار بدید، بهتر ابتدا روی همین برچسبی که شیری رنگه که همون قسمت که شیری رنگه روی برچسب اینو بچسبونید و بعدن که برچسب در میارید اگه دوباره این جدا شد مجدد با چسب آهن به اون ورق بچسبونیدش. پس نیازه که ابتدا این یه دستمال بردارید، الکل بزنید و این سطوح رو جایی که ابتدا وسط و اون قسمت انتهایی و همچنین جایی که روی این فوم هست اینجا رو هم به کمک پارچه چربیاشون رو بردارید و همچنین این کار رو برای این دسته و قسمت داخلی این هم به خوبی انجام بدید و حالا برای دور تا دور این لبه ها رو هم تمیز کن، مثلا در ضخامتش و همچنین این نوار دور شیشه قسمت رو تمیز کن. خب برای که تمیزکاری شد باید دو طرف سطح رو چسب بزنید
که دقیقا روی هم قرار بگیره. مثلا اگه اینجا میزنید دقت کنید که زیرش دقیقا همونجا چسب برده بشه و همچنین در وسط و در انتها حالا به صورت روبروش هم بگیرید و حالا به صورت به این شکل قرار بدید که هوا بخوره و حدود 8 دقیقه این دو سطح هم به همین شکل و این سطح هم که بر چسب زدید سمت ورق پلیکربنات در همون ضخامت کفایت میکنه که بر چسب آهن رو استفاده بکنید. بذارید 8 دقیقه بگذره و بعد از 8 دقیقه حدود در محل خودشون، حالا این اشتباه قرار بود اینجوری باید باشه، در محل خودش محکم فشار میده 10 ثانیه. این هم همیشه جای خودش 10 ثانیه فشار میدید و این هم به همین صورت. البته باید از همون جایی که هست به این صورت خب این چسبه رو بذارید، باید ممکنه کشیده بشه، یکم در جای خودش محکم فشار بدید یا در عرض همچنین بر یعنی ضخامت فشردش کنید، فشار بدید تا خب 4 طرف هم به همین شکل انجام بدید. حالا ممکنه بعضیات در نظر بگیرن که چرا شبیه شیلدای پلیس ما طراحیمون رو به این صورت انجام ندادیم، یعنی دسته اینجا باشه به این صورت بگیریم یا به این شکل شیلد هم حالتی که پلیس ها میگیرن به این شکل طراحی نشده. دقت بکنید که ما در ابتدا تصمیم داشتیم که دسته حالا اینجا باشه، این قسمتش هم تصمیم این ور باشه، ولی با تستی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بهترین حالتی است که به این صورت باشه و همچنین به جایی که به این شکل شیلد رو بگیرید همون حالتی که در دفاع شخصی انجام میدید، یعنی دست در حالتی که دفاع شخصی به این صورت استحکام بالایی داره تا به این صورت. پس حالا این تست رو ببینید. نتیجه این تست در واقع از فاصله 25 متری با فشنگ ساچمه‌ای شماره 3 که 120 ساچمه داره انجام گرفت. حدود 108 ساچمه به این برخورد کرده و همونطور که در تست دیدید بعد از برخورد چنین فشار اینجا اعمال شده و اینو خم کرده که در محلی که با 2 تا پیچ اینجا با 2 پیچ MDF به ضخامت این 20 میلیمتر در این چوب محکم شده بود، در این 2 نقطه فشاری که به اینجا وارد شده بود باعث شده بود که این خم بشه، این 2 تا پیچ رو در آورده بود و افتاده بود. ضمن اینکه حالا هیچ ساچمه‌ای نتونسته بود از این ورق پلیکربنات عبور کنه و خب با این حال در این نقطه به خاطر این که در اینجا یه پله وجود داشت، یعنی موقع برشت یه مقدار اینجا خطا داشت و یه حالت پله اینجا ایجاد شده بود، یه ترک ریزی در این نقطه یه ترک وجود داشت، در این نقطه اینجا یه ترک ریز وجود داشت
اینجا یه ترک ریز وجود داشت به خاطر این پله اینجا و به خاطر اینکه این خم شده بود، یعنی ضربه این که به این ناحیه وارد شده بود باعث شده بود که اینجا بره داخل و به این شکل خم بشه و اینجا این ترک ریزی که اینجا بود گسترش پیدا کنه و تا اینجا بشه. ببین این اگه چنین ترک ریزی اینجا مثلا باشه، یه فرد حالا خیلی هم تنومند نمیتونه با خم کردن این ترک رو ایجاد کنه. خب از این تست دو نکته رو میتونید پی ببرید که اینکه اگه مثلا فرض کنید یه حجم زیادی ساچمه به اینجا برخورد کنه چه فشار زیادی به اینجا وارد میشه. و نکته دیگه که میشه از این نتیجه گرفت از این تست اینه که چه استحکام زیادی این ورقه پلیکربنات داره. یعنی ببینید در این دو نکته این دو تا پیچ رو با در واقع از درون این چوب بیرون آورده ولی اتفاقی برای خود این ورق نیفتاده و همچنین تمام ساچمه‌ای که بهش برخورد کردن هیچ کدوم از ساچمه‌ها نتونستن از این ورق رد بشه. پس حالا نتیجه که گرفتیم که همین حالتی که پلیسا این شیردار رو میگیرن یا سپرا رو میگیرن حالت مناسبی نیست. ممکنه با برخورد ساچمه به قسمت بالاش اینجا به سرتون برخورد کنه و آسیب‌های جدی ببینید. حالت بهترین حالت هم حالتیه که در دفاع شخصی میگیرید، یعنی مچ دستتون رو به این صورت میگیرید. اینجا دست استحکام بالاتری داره تا زمانی که به این شکل یا به این شکل گرفته میشه. پس به این شکل باید سپر به صورت قریب در دستتون قرار بگیره. زمین که اینجا مالا 3 تا تست انجام شد با چسب پاتکس آهن و حرارتی. چسب آهن و پاتکس وقتی بهش برخورد میکنه دیگه قابل جدا شدن نیست و دیگه دائمی روش میمونه، ولی چسب حرارتی رو میشه حالا جداش کرد و به حالت اولیه برگردون. خب پس دقت بکنید که این طراحی که انجام گرفته با بررسی‌های زیادی این شکل و ابعاد محاسبه شده و به همین شکل سعی کنید که این سپر ضد چشمه رو